اینجا نه شبا تعطیل میشه، نه جمعه و آخر هفته داریم و نه عیدا و تعطیلات رسمی میتونن جلوی کار پالایشگاه رو بگیرن. به شیفت صنعت خوش اومدید. سلام به همه همراهان کانال شیفت و صنعت. من ماکان هستم و فارغ التحصیلی رشته مهندسی نفتم. چند سالی است که به عنوان یه بهره بردار توی پالایشگاه جنوب کشور مشغول به کارم و توی این چند وقتی که کار شیفتی میکنم هم شیفت شب دیدم، هم گرمای طاقت فرسای جنوب، هم تعمیرات، استارتاپ، استرس و آلارم ها و اون لحظه‌ای که توی چند ثانیه باید درست‌ترین تصمیم رو بگیری. اینجا توی شیفت و صنعت میخوام از همین دنیای واقعی برات بگم، از چیزایی که توی هیچ کتاب و جزوه‌ای پیدا نمی‌کنی. اگر رشته مهندسی نفت یا شیمی میخونی یا حتی تازه داری به این رشته ها فکر میکنی و توی آینده دلت میخواد بیاد سمت پالایشگاه و پتروشیمی، این کانال دقیقاً برای تو. اینجا توی شیفت و صنعت علاوه بر چیزای علمی و خوبی که راجع به پمپ و تجهیزات و وسل‌ها یاد میگیریم، نمیخوایم فقط حرفای کتابی و رسمی بزنیم. میخوایم خیلی رک و خودمونی از همون چیزایی بگم که واقعا توی پالایشگاه و زندگی شیفتی اتفاق. موضوعاتی مثل این که توی شیفت واقعا چه خبره، از روزمره‌های ساده تا موقعیت‌های استرس‌زا. پالایشگاه پتروشیمی از نزدیک چه شکلیه، نه فقط تو اسلاید و جزوه. چه کارهایی باید بکنی که شانس استخدام شدنت و پیشرفتت بره بالا و چه اشتباهی ما کردیم که تو دیگه تکرارشون نکنی و کلی ریزه‌کاری و تجربه که تو کمتر کتاب و جزوه‌ای به چشم می‌خوره ولی سر کار خیلی به درد می‌خوره. اگر میخوای قبل از اینکه وارد صنعت بشی یه تصویر واقعی‌تر و خودمونی‌تر از زندگی شیفتی و کار توی پالایشگاه داشته باشی و خوبی‌ها و بدیهاشو کنار هم دیگه بدونی، کانال شیفت و صنعت رو سابسکرایب کن و ویدیوها رو از دست نده.